امروز میخوام این کباب دورنگا رو آموزش بدم که آماده تو فریزر داشته باشید و مهمون که اومد سریع آماده کنید. به چه کدبانوهایی. مرغ، پیاز و جعفری و ادویه‌جات رو خوب با هم میکس میکنیم. میتونید چرخ کنید. موادمون به این شکل باید یکم حالت چسبناک داشته باشه. گوشت چرخ کرده، پیاز و ادویه‌جات هم به همین شکل با هم خوب میکس میکنیم. داخل نایلونمون یه مقدار از مواد گوشت چرخ کرده میریزیم و به این شکل خوب صاف میکنیم. من با این وسیله کاملا صاف کردم لبه‌هاشو و بعد از مرغمون میریزیم و دوباره به همین شکل حالت نواری صاف میکنیم. کنار هم لایه ها رو ادامه میدیم، حدوداً 4 ردیف خوبه. و بعد با یه لبه چاقو یا هر تیزی که دارید به این شکل خط میندازیم که راحت از هم جدا بشه. میذاریم داخل فریزر، یخ که زد بعد سرخ میکنیم. داخل این نایلونای زیپ کیپ میتونید انجام بدید که کارتون راحت ترم باشه. و بعد ظرفمون رو یکم چرب میکنیم، دو طرف کبابا رو سرخ میکنیم و یکم روش زعفرون میزنیم. با یک کته زعفرونی نوش جانتون.